چطور ثروتمندان بدون اینکه بیشتر کار کنن درآمدشون رو چند برابر میکنن؟ اونا یک چیز رو خیلی زود میفهمن. پول از کار بیشتر نمیاد، از ساختار بهتر میاد. رابرت کیوساکی در کتاب پدر پولدار میگه ثروتمندان روی یک جمله زندگی میکنن: برای پول کار نکن، کاری بساز که برای تو پول بسازه. مردم عادی وقتی میخوان درآمدشون زیاد بشه، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه کار بیشتره، اضافه کاری، پروژه بیشتر یا یک شغل دوم. اما ثروتمندان مسیر رو برعکس میرن. به جای بیشتر کار کردن، سیستمی میسازن که هر یک تلاششون چند برابر خروجی بده. این یعنی به جای اینکه زمانشون رو بفروشن، چیزی میسازن که جای زمان کار کنه. یک بیزینس کوچک، یک دارایی اجاره‌ای یا سرمایه‌ای که رشد میکنه. وقتی این ساختار شکل میگیره، حتی وقتی این آدم خوابه یا هیچ کاری انجام نمیده، جریان درآمد قطع نمیشه. برای همینه که ثروتمندان بدون افزایش ساعت کار درآمدشون بالا میره. در دنیای ثروتمندان، ثروت با زور بازو ساخته نمیشه، با زور ساختار ساخته میشه.